فرهنگ ریشه هویت یک ملت است. تشکری بکنم از تک تک دانش آموزان عزیز ما و تمام اساتید محترم که بی‌وقفه زحمت کشیدن تا کانستان این مجموعه بسیار زیبا رو بر ما امروز فراهم بود. لوگر، کاپیسا، پروان، پکتیا، کابل، بامیان، میدان وردک، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان. فرایا که پروانی صدا کن لو بدخشان تر نیمروز پوریز. و لباسهای مردانه ولایت سرپل چپان می باشد، کلاهایشان به سینه است، کلاه قرقل، ازبکی و پشمی و لباسشان پیراهن تنبان است. سمنگان یکی از ولایت‌های افغانستان است که در شمال مرکزی یا شمال شرق افغانستان وجود دارد. د کونړ د ځنګل محصولات جلغوزه، لرګي او چارمغزي. شایسته د کندهار انار، شایسته د کندهار انګور، شایسته د کندهار خواړه دي. و سمنگان آدملاره خوب ریخش آدم. فاریابی از ولایت‌های سرسبز و شاداب افغانستان است که در شمال غرب افغانستان وجود دارد. میکنه ولایت پکتیا یک از مشهورترین ولایت‌های افغانستان میباشد، در جنوب شرقی افغانستان موقعیت دارد.